کله او چقدر سخت شد بابا کجا داداش آقا عجب صوتیه همش گوشت آقا چیکار بابا این دیگه این یارو با این سیستمش گفت من اصلا دنبال عشق و دختر این داستانا لیست نبود آقا گوشو نکنه یکیشون میخواد بده من اینا که سه نه اما اصلا خودش یکی رو زیر سر داره سلام رفقا خیلی مخلصم فاقا ملیکام که خیلی خوش اومدید به شبیه ساز زندگی عمو حسن. یه سری افسانه‌ها به شدت روی تاکید دارن که عمو حسن یه انسان معمولی نیست و از آینده با عمرتاش اومده تا بشریت رو نجات بده. امروز در آرکتیک اگز رو با هم دیگه تجربه کنیم، بازی که سرگذشت دارک این مرد بزرگ و قرار به ما نمایش بده. برو بریم سراغ این لعنتی. لیتس گو. خب رفقا خیلی خوش اومدید به این ویدیو و آرکتیک اگز. آقا داستان بازی تا اونجایی که من میدونم الان تو سال 2091 و ما کسی هستیم که بعد از فراری که از اینجا انجام دادیم، اینجا یه منطقه نظامیه که نمیدونن دنبال چی هستن، ولی بعد از اینکه ما یه فرار کردیم تمام مسئولیت‌ها رو ما رو سلب کردن و حالا به عنوان آشپز آوردنمون اینجا. میگن فقط میتونی با مردم حرف بزنی و آشپزی کنی. برو بریم به زمان سربازی عمو حسن. آقا بازی دوباره تو همون سبک بازیای دارک و عجیب غریبه. یه سری مرغ اول کار میبینم. سلام علیکم قربان. آقا این داشتمون صحبت کردم، اینم بنده خدا چسما خدمته. همون چیزایی که راجع به داستان بازی شدم کامل واسم توضیح داد که ما از جا فرار کردیم، وقتی برگشتیم دیگه گفتن تو هیچ کاری نباید بکنی، فقط میتونی اگر بخوای زنده بمونی پخت و پس کنی. او خدا. ها میگه آقا اینو میتونی ایتی اوتی کنی، اگر میخوای میتونی سرسمه من تو آخر زمان پخت و پس کنم. خب میگه آقا یه کاری باید بکنی که اینو برگردونی اون برش هم خیلی آسون تر از یه خدا کمون کرده واسه. آره آقا اون زمان به عمو حسن میگفتن حسن شیشتی نکشه منجا حالا کجا جو شیشتی برش کنی از اون. خب کارو بگیر بیا حل کردی ووی. ولی فکر نکنم قرار اینطوری بمونه، قرار کم کم به چوق سگمون بدن. گفت میزون دمت گم. میگه آقا اگه دوست داری اینجا رو ترک کن، این فکر کنم بچه یه کمپ اجباری طوریه. میگه یه دونه پرمیشه، یه اجازه میخوای از پلانک. خب میگه برو توی اوچیز، میگه برو تو شهر هر کسی که گفتنست و میزونش کن. خوبه. میگه بعد فکر کنم شاید بتونم واسه یه کاری بکنم. اوکی لازم. خب آقا بسم الله. چقدر آهنگ پس زمینه بازی رو دوست دارم حاجی. کجا هر قرار بفرستم؟ چه باحال. عمو حسن آقا نوشت 10 تا آدم گسنن لزبو. از این خانوم اول شروع میکنم بچه. یه محیط سال 2091 دیگه، یه سری تو مایه‌های محیط‌های آخر زمانی که همه نوب. چرا همیشه بچه آخر زمان دارن اینجور نشون میدن؟ یعنی قهر دنیا اینقدر دارک و سایبرپانک و یادتونه دیوونه میشدیم. خب آقا بذاریم دیگه بعد ازدواج. آقا این خانومه جدید به ما گفت تو پزنده تخم‌مرغ جدید هستی، قبلی زیاد دووم نیبرد. بعد به ما گفتش که من دوست دارم یه تخم‌مرغ واسم درست کنی دوبرش بپزه. بعد اوزیگل الان میگه میتونی سیگارم هم توش بوزو سیگارو. آقا روال بازی اینطوریه که هی قره مثلا بچه ها حس میکنم اینا دارن هر کدومشون اون درد و مثلا چیزی که تو زندگی احتمال زیاد بریم جلوتر هر کدومشون یه داستانی تو تخم مرغشون خواهند داشت. این به نظرم چیزیه که بهشون گذشته یا چیزیه که مثلا دارن اینجا رو آشقال یه لحظه آخه سکسی گوزو
سیگارو داره. اوه چه خوب چرخوندم. سیگارو داره بازی بال کردی یعنی به کردی باشه بگو اما اصلا اون شما هم هستی چیزه مواقع میره عمل کردی گوزو نه خیلی مخلصم ستون دینی به مولا تاج سری اما فرامو لو کردم میخوای حالا آرتس مقاطعه بدم. خب آقا نفر اولو کارش انجام دادیم. 9 نفر دیگه هانگیری هن. چرا چلو شبیه عقبه چطوری دست شروعات میکنی چطوری گوزو تا شبیه منی. آقا با این صحبت کردم چقدر بار یه سریاشون خودشون یه سری چیزا رو تو خونهشون دارن بچه ها. اوکی این گفت صبح یه قهوه میخواستم بخورم به چخ رفته دوباره همه، ولی گفت پهبادا تمام چیزایی که میخواستن وارد کنن به اینجا رو از بین بردن. چه محیط کارو بگی چه محیط عجیب. آهنگ پس زمینه رو خیلی دوست دارم. بابا او چقدر شبیه شخصیت ایرانی هن جدی نی گدایی چطوری؟ من خودم گدایم پول ندارم. خب این برکه کسی نیست اینم که هیچی شورت استیلزه بود. آقا با اینا صحبت کردم. این یارو به این میگفت کاش تو توالت وقتی میرفتیم یاد خوراکی نمیافتادیم. بعد این داشت میگفت چی داری گوزگوز میگوری. بعد گفتش که از این دیوونه هست فکر کنم بچه ردی احتمالا تا آخر بازی بلای ملایی هم سرمون شلوت در بیارم سرمون در میاره. میگفتش که حتی فکر میکنم اونجی صدایی که تو توالت بیاد کار دولفیناست و نمیدونم چه عجیب بخیلی میگفت خلاصه. چه باولی آجی یه تجربه جدید باولی و اصلا یه چیز عجیب غریبه جالبیه. سلام همه گردارم خواهم پول ندارم سرزنه نگارم الان خیلی مردم تو چی گوز میکنی؟ سلام دارم بفهم داشتقال افتاد مقبول. آقا حرفی که با این زدم ازم چیزی نخواست. گفتش که من دارم یه تایم لپس تو خونم درست میکنم احتمالاً از این بلایی که سرمون اومده و به جایی که قراره برسه خیلی جالب بود و گفتش که امیدوارم نتیجه بده. خب آقا من دونه دونه اون با از اینجا میتونم برم پایین یه سری هم اون پایین گذرن این بالا که میخوره دوباره به همینجا. خب آقا من سعی میکنم آدما رو از دست ندم هرچی هست بچا اینا رو ما باید خلاصه سیرشون کنیم. اینو سیبیل رو نگاه چطوری گوزو خدمتی. اوه آقا میگه نمیذار اوکی آقا میگه نمیذارم بری کسایی پایین هستن که گشت. آقا ما مأموریت فهمیدم کامل بازی و ما مأموریتمون اینه که 10 تا آدم رو سیر کنیم بعد این احتمالاً باید بذار از جا رد بشیم و حالا نمیدونم به کجا قراره برسیم بریم انجامش بدیم. آقا پایین پله ها به یک کچل دوست داشتنی رسیدیم. دوست داشتی تا تقه بزنه بس کله کچلش. این چی میگه؟ آقا خیلی جالبه انگار دارن راجع به یه سری توهماشون یا یه سری اتفاقایی که افتاده چیز میکنه. این میگفت هرگز کسی رو ندیدم که رفته باشه به سنگر آریانا. حالا نمیدونم منظورش چی بود شاید همین جایی که ما قراره بریمه اصلا این کارا رو داریم انجام میدیم. آقا سخت‌تر شد چون 2 تا خب برو داشته باش کچل همین یه دونه سیره اوه آجی فکر کنم این تعدادا قراره همینجوری زیاد بشه تا به چخ بریم. اینجا رو نگاه کن اصلی میخوای بزد درست کنم خودم اصلی. خب علی حواظ شم او چقدر سخت شد بابا کجا داداش آقا اوی خب آقا یه دونه شما بدبختی باشه چه حالی میده اینم سبگی جا. علی بپا میخوام یه دونه چیز کنی عشق کنیم. آها علی آروم 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 دور خدا دیگه تا اینجا. ای لعنت بیست. آها این کاره باشه علی کابی. آره بیا داشتی کنم برو عشق کنم کچلم تو 2 تا میخوای بخوری یه دونه بزن من نوکرتم برو واسه خودش. برقصه. خب آقا این گفتش که زنده ایمونم دیگه. اوکی با این 2 تا زنده ایمونم. خب یه سری گستنم این پایینن با چه قیافه عجیب جالب این داره اینجا واسهشون درست میکنه. سلام علیکم اینا چی میگن؟ آقا چه جالب اینا بعضشون خیلی بالاتر بود راجع به یه گوشتی که قاچاق کرده بودن آورده بودن تا بخورن داشتن.
اوه حاجی چقدر سخت شد. آقا اینا با خودشون استیک داشتن، داشت به اون یکی میگفت تو سر منو کلا گذاشتی، من بهت پول دادم 7 سال میشناسمت، اما تو واسه من یه آشغال برداشتی آوردی، یه چیزی برداشتی آوردی که مثلا به درد نمیخوره اون حرفا. حاجی وای چقدر سخت شد. من چجوری استیکو 2 بر پس خیلی سخته آقا. میتونم یه کار نه تو 3 تا چقدرم زرنگه، تو 3 تا آقا خیلی دیگه سخت شد. بابا اما اصلا تو عمرش داره عجب سوزنیه. نه تو عمرش تو درست نکرده استیک. خب آقا این 3 تا رو باید علی بپو چه آجی برام یه ابو حسنی وجودم دارم و خوش علی بپو تو رو خدا یه دونه جون مادرت برگرد دیگه. بوری کله حاجی جو بعد خوب نمیدونم حالا میسوزه یا نه، اگه زیاد دیگه امیدوارم نسوزه چون واقعا جلوتر بریم دیگه سخت میشه. خب آقا بهتری الان میزونی دیگه، الان اینطوری شد لزه بو. خب آقا اینم از اینا 7 دیگه. اینجا این داستانش چیه؟ اینجا که همه گشنن. آقا این بهمون گفت که من اینجا دارم چیزی پستم میپزم، کاروبار من خراب نکن، اگر پایه کل کن ببینم این کار هستی یا نه. عجب سوسیتیه همش گوشت. آقا چیکار بابا این دیگه مرد دیگه اینو دیگه خود هموطنه بازی کنه داشت والله نمیتونه. هری حواسشم خیلی سخت شد دیگه آقا. خورا جواسه کارو در بیارم. او تازه این سوسیسا قرار نیست برگردن. اوکی اینش خوبه حداقل. خیلی سخت شد واقعا. چه فیزیک بالی هم داره بچه‌ها. اینا به هم گیر داداش ببخشید استاد علی. اول باید داداش چیزا رو اصلا سوسیسا بیخیال، سوسیسا مهم نی. تو این 2 تا تخم مرغ باید به ثمر برسونی، اونا سر حوصله اوکی میشن. واسه خب وای جون مامون. وای یا واسه حاجی خودم اصلا بیا زیر این میز چی آخه مردی که علی اینو بده اون و حالا چقدر قشنگ چقدر سخت شد ولی چه ایده بیاده که اساسا. حال کردی برو حال کردی گوزو برو عشق کن. خب آقا اینم شد 6 تا. گدایی من خودم گدا هم. چطوری گوزوی چیه تو چی میگوی؟ آقا یه چیزی بگم خندتو بگیره. این یارو با این سیفش گفت من اصلا دنبال عشق و دختر این داستانا لیستم. گوزو بعد گفت یکم بیکن رفتم دزدیدم. آجی واقعا دیگه داره دهن تو سرویس. خب واسه کارو در میارم. علی ببین سیگاره که مهم نیست، سیگاره رو فقط انداخته تو رو اذیت کنه. اوکی این از این یه جا. علی وای چجوری این کار باورم نمیشه چجوری این کارو کردم. خب الان فقط مونده بیکنه. اوکی بابا بمولم اصلا باید زیر دست خودم. بیا داداش گوز اعتماد به نفس تو داداش میگم من امپراتور میمون دنبال کله گری هم داره کلش. خب آقا شدن 5 تا. همه اینجا گدای الان یک چه سیسیه. تو چی میگویی؟ او میگه این سیگما بود آجی. گفت نه هیچی. آقا با این که صحبت کردم خیلی حرف جالبی زد. گفت این داداشمه داره کار میکنه، اصلا آشپزی رو دوست نداره ولی این کارو داره میکنه که یه کسی به اسم قدیس شیشیکمو چیز کنه، قدیس شیشیکمو راضی کنه که اجازه بدن از اینجا بره بیرون. این هم یه کدی بود واسه خود. آقا سربازا رو که دیگه نباید خیس کنم سیر کنم دیگه. سربازا گداین. سلام چطوری گوزو؟
آقا با این 3 تا صحبت کردم چقدر بال. این فاز این که مثلا با خیلی خفنیم اینا گرفت، گفت تو آدم جدیدی هست، اصلا کی هستی، مال این حرفا نیستی، گفت برو یکی دیگر رو پیدا کن که بخوای سیدش کنی و این داستانا. این گفت من دپرسم، اصلا بی خیال با من حرف نزن. ولی با این یکی که صحبت کردم گفت بیشتر درست کن، رفیقای من اینطوری هستن اما آدمای بدی نیستن. لزبو قراره 4 تا توکو هم واسه درست کنی. خب آقا لزبو 4 نکنه یکیشو میخواد بده من، اینا که 3 نه. اما اصلا خودش یکی رو زیر سر داره. و چجوری من 4 تا رو برگرد علی آروم به نظرم دونه دونه دیگه داداش، سوسکی و دونه دونه بذار اون کامل شه. تو قصه خیلی سخت شد بابا، بذار شروع بشه گوشو. آقا من نمیخوام اگر چیزه من نمیشم میکنم. میمون با بدم دو تحویل میگیرم. اونو نگاه، اونو تو رو حضرت عباس اون یکیو اونو هنی چجوری صاف باستاده عمره تو همون. خب علی عباس جمع ببین 4 تا که گرفت بعد دونه دونه یه ایتی. خب این ایتی بذار بپزه علی، بذار عجله نکن. خب اون پختی خب اون پختی علی لعنت بهت علی. وای چقدر سخت بود این حرکت. خب آقا یه دونه دیگه میخوایم. اوکی اونم پختی یه دونه دیگه. علی دمت گرم، خیلی حرکت حرفه‌ای بود ولی بابا چرا وامیسته اون جونم خیلی سخته جدی. آها باریکلا. آقا راستی اینو یاد نرفت بهتون بگم، این آینده است و تو اورست، ما تو ارتفاعات اورستیم. حالا نمیدونم اینجا کمپ بوده، اینجا نجات دارن پیدا میکنن، قضیه از چه قراره اینو نمیدونم. آقا بهم گفت با توجه به درخواست عجیب غریب ما اینکه تونستی کارو در بیاری دمت گرم. آقا این توشون فکر کنم مثلا یه آدم حسابی بوده، میگه رابطه چند وجهی بین زرده و سپیده و یه سری چیزای چرت و پرتی گفت. مثلا از آدم هنری ها دیدی قاطی بیگاه و جهبه چی و با هم دیگه از اون داست. همو اصلا توی دیگه باید اینجا ازدواج رو چی میگوی؟ آقا با شهلا صحبت کردم، میگه من غذا رو که میخوام درست کنم نمیدونم میزه این فکر کنم بچه مایی دیگه تموم باید این خود خری. میگه من غذا رو خودم میپزم، این اصلا انگار غذا نمیخواد، بعد میذارم تو ماکروفر بعد بابا یا این چه کار کنم اینو من بابا دیگه چجوری من اینو الان برگردونم. علی اگه بتونی وانترای بزنی واقعا خفنی. ببین علی برو بریم اصلا ندارد این جدی. من چه علی یه کاری کنیم تخم مرغو بیاریم بغل نظرت اینجا مثلا یا مثلا اینجا بهترین جای تکونش نگاه نه آقا خب باز الان دارم میپزم یا نه. خب علی آماده حالا وای یا جین اصلا میمیشه. حالا چجوری این کار کرد؟ بپا علی یه برگرد ببخشینو نه از اون وای از اون بر میفته ها لعنت بهت باسا جونه مادرت نی. خب نمیدونم داره میپزه یا نه از اون سیگاره یکم باید از سیگار بکشم شیبه. نوکرتم حالا بعدا بزاره بیشی نوکرتم دیدی به بالا نه این اشتباه شد. آقا کلا 3 نفر دیگه موندن بریم سراغشون. آقا رسیدم به یه استوانه ای که اینجا میگفتن همون قدیس شیشیکم و این داستانا هست. همه گرده و کچله آدم فضایی باشه تو چی میخوی؟ آقا این چیز خیلی بالی گفت منم مثل تو تنزل درجه پیدا کردم، الان کارم اینه که فقط به این در نگاه کنم
و ببینم اجازه میتونم بدم کسی بره داخل یا نه. گفت این قدیس شیشیکم اسمش واسه اینه که گشنگی کسایی که این داخل هستن رو حس میکنه و اگر کسی اونا رو سیر کنه ازش متشکره، منظورش ماییم. و گفت برو اون چند فکرم 2 نفر مونده دیگه، اونا رو هم اوکی کن تا بذارم بری. ببینیم موجی چی. خیلی بازم جالب شد، مخصوصا این دیالوگایی که بچه‌ها میگن جدی عجیب غریبه. آقا با کسایی که موندن از اون بالا، با این گارد ماردا و اینا همه رو صحبت کردم، کسی ازم نخواست. تنها کسی که دوباره ازم خواست اینا بودن و گفت اگر میتونی کارمون رو راه بنداز، سیگار میخوایم با یه حالت همبرگر توری بریم واسش. سیگار ها نه همبرگر اینو میخوای بذاری همبرگر آهن گوزو چی هم چه بالی کنسه نگو که باید اونا رو بپزم. خب واسه علی یه برگردون آروم. دوور ماهی ها رو باید بپزم جدی؟ آها نه فکر نکنم دوورشون کنسرور رو هوامون فکر کنم. یس ایول آقا کار دارم در آوردی. خب آقا گفت فراموش نمی کنم این کارو تو. آقا بعد اینکه اون سربازا رو غذا رو دادم هر جا گشتم دیگه قبول نکردم. برگم جو دونه داشتم میزدم، اینا اول قبول نمیکردن، انگار یه حالت اعتمادشون به وجود اومد. این سری که اومدن ازن قبول کردن و اینا انگار لعنتی و 2 تا کنسپت دارن. فکر می‌کردم بچا 2 تا مونده ولی از الان 2 نفر مونده. بریم کارو در بیاریم. آقا بهم گفت فکر کنم تو آدم به درد نخوری هستی. حالا اگه میتونی بابا دهن بابا این چیه آخه؟ چه جوری من اینو اوکی کنم؟ این دیگه واقعا ندارده. خب باز علی خب خوبیش اینه که باز حداقل 2 طرف ماهیا رو نباید بپزی. علی خیلی سوسکی باید ماهیا رو از اون تو بندازی بیرون. کن نمیخورم موثق عمرش ماهی به مشتری نداره. وای اوجی چقدر سخت شد که همونجوری که داری کار میکنی این لعنتی ها رو هم باید جون مادرتون بیفتید پایین. نه وای خیلی سخت شد. کارو در میارم. ببین علی این گوشه نگرشون دور اومدهش. ببین بعدیش اینه که بچه وقتی هم نگر میدونی نیبزا باید اینجوری ایته اوته کنید. خب حالا یه سفت یکی خوب کار کرده آباری کلا قلقش همینه. خب یه دونه ماهی مونده، یه تک ماهی. دمت گرم حاجی. بابا بیم بولا که حاجی خوب دونه علی اصلا تکون نده فقط همینجوری یه ایته اوته بس دیگه گوزو فکر کنم گیر کرد. آی جو خب اینم از این. بریم واسه نفر آخر. آقا بعد از اونا دیگه هیچ کس رو پیدا نکرد گشنه باشه. کلی محبت‌ها رو گشتم و اومدم بالا یه صحنه عجیب غریب دیدم. اومدم بالا یه همچین کسی رو دیدم. یه مرد اینجا نشسته بود باهاش صحبت کردم. گفت که حاجی من از این زندگی خسته شدم. گفتم من اومدم اینجا میتونم سیرت کنم. قدیس شیشیکم هست صحباتو داره. پوشو کشید بهش و گفت من قضیه‌ام گرسنگی نیست، بریم ببینیم میتونیم هندلش کنیم یا نه. آقا هر چی باهاش حرف زدم کلا قبول نکرد. دیالوگاش تموم شد و فکر چی میخواد این بازی به اون بفهمونه؟ شت آخرین نفره که سیل کردم کاتسین بازی آوردم اینجا. میگه بالای اورست هم میتونی تخم مرغ درست کنی. راجبش فکر نکردم آقا، ولی این راجب تخم مرغ درست کردن نبود. چی میگی؟ من حس میکنم این موجودی که اینجا الان بهش رسیدیم در رو واز کرد اومدیم پیشش، ما داشتیم تغذیهش میکردیم. یه حالت مثلا انگار کنترل شو. وات یکی دستمونو گرفت. چه اتفاقی افتاد؟ وای از اون بازی بود که خیلی عجیب غریب تموم شد. خب رفای گل
واقعا دوباره بدنمو لرزون. قراره تو آینده چه اتفاقی بیفته. یعنی تمام فیلم‌ها بازی‌ها دارن به این اشاره میکنن که آینده خیلی دارک و عجیب غریب. این بازی هم خیلی ساده شروع شد ولی اصلا یه چیز عجیب غریبی ختم شد. دمتون گرم مثل همیشه با مهر و محبت این لایک ها و کامنتاشو بترکونید تا ویدیوی بعد. همتون رو خدا بزرگ دوست دارم. دست شما کات.